چطور به انگلیسی از یه نفر سوال میکنید شغلش چیه؟ سلام، آنکل حسین هستم، مدرس زبان انگلیسی. برای اینکه از یه نفر بپرسید شغلش چیه، اینو بگید. What is your job? همونطور که در درس قبل هم گفتم، در این سری دروس فقط مفاهیم برای ما مهم هستن و دیگه دنبال ترجمه و تکنیکای اون نیستیم، یا اینکه بگیم برگردون دقیق این جمله در فارسی چیه. بپرسید شغلش چیه. What is your job? بعد از من تکرار کنید. What is your job? یه بار دیگه شما بلند بخونید. What is your job? کلمه what is رو میتونیم به صورت مختصر یعنی what هم تلفظ کنیم. با دقت گوش بدید. What's your job? خب حالا بپرسید شغل من چیه؟ What's your job? اگر بخواد یه مدل دیگه بپرسید که شغلم چیه، اینطوری هم میتونید بگید. گوش و تکرار. What's your occupation? بپرسید شغلم چیه؟ What's your occupation? یه بار دیگه شما بخونید. این دو جمله رو در دفترتون یادداشت کنید و در مقابلش بنویسید شغلت چیه و روزانه این جملات رو با 4 جمله درس 1 و 2 رو با صدای بلند با خودتون تکرار کنید و در صورت امکان از دوستان و افراد خانواده‌تون سوال کنید که شغلشون چیه. Remember, it's important to practice this video as much as possible until you feel comfortable.